دوستان، این مطالب هم برای خانوم هاست و هم برای آقایون، پس بهش توجه لازم رو داشته باشید. و مهمترین نکته رو آخر ویدیو بهتون میگم. عزت نفس بالا، قوی ترین سپر و محافظ در برابر بازی‌های روانی و تکنیک‌های روانشناسی تاریکه. اینکه شل دست ندید، محکم دست بدید، تأثیر روانی میذاره. از من میشنوید هر کاری دارید، هر اولویتی دارید بذاریدش کنار، برید روی عزت نفستون کار کنید. به زودی زود معجزه‌ش رو توی زندگیتون میبینید، تو هر زمینه‌ای که بخواد. منم دعا میکنید بعدش. اگه حرف دیگران براتون خیلی مهمه، به این معنیه که عزت نفس پایینی دارید. اگه آدم خوبی هستی، قوی هم باش، چون به آدمای خوب و ضعیف ضربه میزنند. و مهمترین نکته رو باید بگم که رفقا، اصلی ترین و قدرتمندترین سلاح در برابر آدمای سمی عزت نفس بالاست. وقتی عزت نفس بالا باشه، اصلا وارد رابطه با این آدما نمیشیم. اگرم بشیم، در صورت دیدن اولین رفتار سمی جدا میشیم. روی این لعنتی کار کنید. فقط این لامصبه که میتونه بر ناخودآگاه غلبه کنه که حاضر نشیم با این آدما وارد رابطه بشیم.